3 ماه زندانی برای 2 تا جرم. چه غلطا؟ اولش با این پیامک ها شروع شد. از اینا هست که از اونایی که میگن یه چوپان بی سوادمو. مطمئنید خودشه؟ مگه اثبات شده که کشته؟ سریعا بفرمایید آیا درخواست قصاص آقای رسولی رو دارید؟ بله تقاضا بچه ما از این جانه بگیر. آقا ما یه شکر اضافه خوردیم گفتیم دست راست منصوری. حالا تقی به توقی میخوره هی ما رو میکشونین اینجا. شما کار و زندگی ندارین. دیده بودم متهما به بازپرس و قاضی دروغ بگم، ولی ندیده بودم کسی به وکیل خودش دروغ بگه. یعنی این ماجرای سید رسول همش قصه است. یعنی یا قاتل بعد از 1 ربع دوباره برگشته یا یه نفر دومی اومده و تیر خلاص رو زده. آقای قاضی این گول خورده، این قاتل گول خورده. واقعیت گاهی میتونه ساختگی باشه و با حقیقتش فرق کنه. باید دنبال حقیقت بود، نه واقعیت.